روز قیامت همه در محشرگاه راست می ایستند. منتظری چی هستند؟ منتظری آمدن الله تعالی هستند. الله تعالی همراهی ابرها می آید و همراهی فرشته ها می آید و حکم همه را می دهد. در اینجا اثبات صفت آمدن الله تعالی چه خیلی که به بزرگی و عظمت و جلالتش لایق و سزاوار است. آمدن الله تعالی به آمدن یک راهبری دولت، به آمدن یک شاه یا به آمدن یک حیوان یا عمومی مخلوق ها مانند نیست. آمدن الله تعالی خاص است. ببینید آمدن مثال یک گدا از آمدن شاه فرق میکند، حالا که هر دوشان مخلوق است. صفت مخلوق از مخلوق فرق میکند. پس چی جایی صفت الله که خالق مخلوقات است با صفت مخلوقات؟ البته صفت های الله تعالی خاص خودش است. لیس کمثله شیء، مانند الله تعالی چیزی نیست. آیت های زیرین را میخوانیم و عمومی ترجمه و اثبات و صفت ها را بعد میگوییم، چون که همش در یک معنا است. بنابراین قوله نگفتن دیگر شیخ الاسلام. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او یأتی بعض آیات ربک. مردمی که در محشرگاه ایستاده اند منتظری چی هستند؟ منتظری چیزی نیستند مگر منتظری آن هستند که به نزد آنها فرشته ها آید و امر و فرمان الله تعالی آید، او یأتی ربک، یا اینکه خود پروردگارت بیاید. و اینچنین بعضی علامت های پروردگارت بیاید که پیامبر صلی الله علیه و سلم این او یأتی بعض آیات ربک تفسیر کردن که این برآمدن آفتاب از مغرب است. آفتاب که از مغرب برآمد دیگه قیامت قائم میشه و یکی از 10 علامت های بزرگی قیامت است. مردم همین را منتظر هستند. وقتی که دجال و دیگر بزرگترین صفت ها علامت های قیامت برآمد دیگر منتظری چی میشن؟ منتظری برآمدن آفتاب از مغرب میشن، سپس قیامت قائم میشد، سپس همه راست میایستند. خیلی که در حدیث ها آمده است حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و بالاخره به نزد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده التماس میکنند که الله تعالی را شفاعت کن که حساب و کتاب را کند. آخر ما چقدر راست 500 سال راست میایستند، یعنی نصف روز در آن گرمی که آفتاب در نزدیکی آمده است. بعضی ها در تا لجام، بعضی ها تا شکم، بعضی ها تا گلو به عرقهایشان غرق میشن، بعضی ها تا زانو. همه منتظر هستند که الله تعالی بیاید و حکم همه را دهد. آمدن الله تعالی را اهل بدعت انکار کردند، گفتند که الله تعالی نمی بیاید. چوبه؟ برای اینکه اگر الله تعالی بیاید عرش خالی میماند. گفتند یک. دومش این که وقتی که الله تعالی به نزد مردم بیاید الله تعالی را دیگر مخلوق ها احاطه میکند و حالا که الله تعالی را مخلوق ها احاطه نمیکند. گفتند وقتی که الله تعالی به محشرگاه بیاید عرش از الله تعالی خالی نمیماند. برادرای عزیز، برای آنکه ما وقتی که از این غرفه، از این حجره برآمده به دیگر حجره درآییم، اون حجره از ما خالی میماند. ما اگر از یک شهر برآمده به دیگر شهر وارد شیم، اون شهر از ما خالی میماند. ما در اون شهر دیگر نیستیم. ما اگر از این دنیا وفات کنیم ما دیگر در این دنیا نیستیم. لیکن لیس کمثله شیء، الله تعالی مانند مخلوق ها نیست که اگر از عرش براید عرش به الله تعالی ماند. و الله سبحانه و تعالی مانند مخلوق ها نیست و صفات های الله تعالی به خودش خاص است. و آمدن الله تعالی به جلالت و عظمت الله سبحانه و تعالی خاص است. به آمدن مخلوق ها
مانند نیست. و آمدن الله تعالی را اهل بدعت تعویل میکنن، میگن که امری فرمانی پروردگار میآید، خودش نمیگه. و امری فرمانی پروردگار هر یک ثانیه و هر یک دقیقه میآید. هر یک دقیقه الله تعالی، هر یک ثانیه و هر یک شهر فرمان الله تعالی میبود که شمال شود، شمال نشود، رزق فراید، فلانی جانش گرفته شود، فلانی بیمار شود، فلانی به دنیا آید. همین امر پروردگار است. امر پروردگار مخصوص به روز قیامت کردن چی معنا داره؟ او یأتی ربک، یأتی ربک، پروردگارت می آید. او یأتی بعض آیات ربک، یا اینکه بعض آیات های پروردگارت می آید، علامت های الله تعالی می بیاد که الله تعالی فرستاده است. آیت دیگری کلا، سوره فجر است. اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا. کلا کلمه چی است؟ سرزنش، ملامت، هیچگاه. اذا دکت الارض دکا دکا، وقتی که زمین به لرزه بیاید، یعنی روز قیامت. و جاء ربک، و پروردگارت بیاید، والملک صفا صفا، و فرشته ها صف صف، فرشته ها صف میکشن. بعضی علما میگن 7 صف میکشن فرشته ها. آسمان، فرشتگان آسمان یکم یک صف میشن، تمام جن ها و انسان ها را احاطه میکنن، هیچ کس جای گریز ندارد، فرشته ها احاطه میکنن. فرشته های آسمان دویم صف، فرشته های آسمان سوم صف، همین گونه تا فرشته های آسمان هفتم 7 صف. فرشته ها مخلوقات را احاطه میکنن، انسان ها و جن ها را. الله تعالی می آید. و در حدیثی که امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکنند، روز قیامت الله تعالی می آید، لیکن روز قیامت در اینجا یک مخلوق دیگر را هم می آورد. یؤتا، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه یؤتا بجهنم یومئذ، روز قیامت جهنم هم آورده میشد. یومئذ یعنی روز قیامت، روز حساب و کتاب، جهنم را از جایی که الله تعالی به همانجا آفریده بود می بیارد یک بار به محشرگاه. شما تصور کنید، این آیت قرآن، آیت سوره فجر اثبات میکنه آمدن جهنم. و جیء یومئذ بجهنم، در دوام همین آیت کلا اذا دکت الارض دکا دکا و جاء ربک والملک صفا صفا و جیء یومئذ بجهنم. الله تعالی گفت که امروز جهنم را آورده میشد. یومئذ یتذکر الانسان، امروز انسان به خاطرش میرسد. امروز انسان خودش رو به حساب کتاب میکنه. ان له الذکری، کاش این یادآوری و این نصیحت و این عبرت برای او فایده دهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه یؤتی بجهنم یومئذ، امروز یعنی اون در محشرگاه جهنم هم یک مراتبه به نزد تمام خلایق آورده میشد. لها 70,000 زمام، 70,000 نقطه دارد. نقطه بعضی گفتن که زمام آن نقطه ای که شتر رو از بینیش میگذراند، از جای نازکیش، که مقصد اگر شتری شوخ باشد مقصد کشاله نکند، اگر برزگاه هم بسیار بقوت باشد از پاش، از بینیش، از شاخش، از پای پیشش، از چند جاش چند نفر میقبند. جهنم به محشرگاه آورده می شود حالان که 70,000 نقطه دارد. سبحان الله، شما تصور کنید 70 دانه نه، 70,000 نقطه دارد. مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها، همراهی 70,000 نقطه 70,000 فرشته دارد. هر یک نقطه را 70,000 کسی قبیلگی هستند. 4 میلیارد و 900 میلیون فرشته کشاله کرده می‌آید.
شما تصور کنید مردم در محشرگاه راست ایستادیان، منتظر آمدن الله تعالی هستند تا اینکه حکم همه را برآورد، منتظر آمدن فرشته ها هستند که صف کشیده مردم را از قفا احاطه میکنند. در همین محشرگاه و جیء یومئذ بجهنم، جهنم آورده میشه. 70,000 نقطه دارد، هر یک نقطه را از ریسمانش 70,000 فرشته قپیده ایستادیان. که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی که در سنن ابو داود آمده است، برای من اجازت شد که یک فرشته را وصف کنم ما بین نرمی گوشش تا کتفش 700 سالینه راه است. شما تصور کنید جبریل 600 قنات دارند، دو قناتش مشرق و مغرب را فرا میگیرند. 70,000 در یک نقطه ضرب 70,000 4 میلیارد و 900 میلیون فرشته جهنم کشاله کرده میبیاد. وقتی که این دهشت میبیند مردم قیامت، بنابراین الله تعالی گفت که روز قیامت روزی که چشم ها از کاسه خانه هاش میبراید و تر الناس سکارا، مردم مست میبینی و ما هم بسکارا، حامله دارها حملش میپرتاید. زمین جنبی های عادی شده بود در کشور، باور کنید صدها زنها حملش پرتافت. زمین جنبی. حالا که الله تعالی میگه که این زلزله الساعتی، زلزله ساعت این چیزی عظیم است، روزی که حامله دارها حمل خودش میپرتافت و مردم مانند مست میبینی آنها مست نیستند، ولی که عذاب الله تعالی بزرگ است. شما تصور کنید در همین حالت جهنم آورده میشه. الشاهد من الآیات، مقصود از این آیات ها چی است؟ ان افاد اثبات المجیء والاتیان لله یوم القیامه، اثبات صفت آمدن الله تعالی. الله تعالی می آید، چی خیلی می آید نامعلوم است. مثال بعضی شاه ها با اسب می آیند سواره، بعضی ها با ماشین، بعضی ها با هواپیما. این مخلوقات است. الله تعالی آمدن خود را خبر داد، کیفیتش را خبر نداد. آمدن الله تعالی معلوم است، کیفیتش مجهول است. ایمان آوردن به آمدن الله تعالی واجب است، انکار آمدن الله تعالی کفر است، چون که الله تعالی اثبات کرده است و کیفیتش پرسیدن چه خیلی آمده باشد گفت بدعت است. اثبات صفت آمدن روز قیامت با ذاتش، بذاته، با ذاتش که میبیاد. بنابراین حالا آیت در ابرها نه به معنای اینکه در زیر ابرها، بلکه همراهی ابرها، ابرهای هم می آید گفت. اگر ما گوییم که الله تعالی در زیر ابر می بیاید، الله تعالی کبیر است. الله سبحانه و تعالی ذات کبیر است، ذاتاً کلان است. الله تعالی قدرن هم، منزلتن هم، همه جهت الله تعالی کلان است. بنابراین الله تعالی در زیر یگان مخلوقات نمی بیاید. الله تعالی آمدنی او به عظمت و جلالت خود مناسب است. برای چی می بیاید الله تعالی؟ فصل القضاء بین عباده، برای کشاکشی ها را بین بنده ها حکمی درست میده. دو نفر در دنیا چونان خلاف برآمده، حتی قاضی ها آوردن، حتی محکمه ها شد، با گفتن نه این با محکمه راضی نیستیم، به قیامت میمونیم، بگذار الله بین ما حکم کند. الله تعالی میبیاد بین مردم فصل میکند، یعنی حکم حقیقی را جدا کرده میدهد. و آمدن الله تعالی از جهت از جمله صفت های فعلی است. این حالی نشده است، میشود صفت فعلی، صفت ذاتی نیست. یجب اثباتهما على حقیقتهما، صفت مجیء و صفت اتیان، یعنی هر دوشم به زبان تاجیکی آمدن میشه. صفت آمدن الله تعالی را ما اثبات میکنیم. لا يجوز تعبیلها بمجیء اتیان امر، با تعبیلش جایز نیست. الله تعالی نمیبیاد و فرمانش میبیاد. چی جایی الله تعالی میتونید گفت که فرمانی من میبیاد؟ برای چی خودش را گفت؟ یک آیت نه، چندین آیت ها و حدیث ها هم آمده است.
خلاصه الله سبحانه و تعالی در این آیت گفت که و جاء ربک و پروردگارت می آید گفت. و این چون در آیت دیگری و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکه تنزیلا، روز قیامت روزی است که آسمان شکاف کرده می شود با ابرها، بعضی ها میگن که با سایه های ابرهایی که چشم ها رو به حیرت می آورد، آسمان ها کشاده می شد و فرشته ها می فرایند. سپس الله سبحانه و تعالی آمده حکم مخلوقات را می دهد و این آیات ها اثبات صفت آمدن را شیخ الاسلام رحمت الله علیه در این جا ذکر کردند که الله تعالی صراحتا خود را وصف کرده است و ما الله تعالی را وصف میکنیم چه خیلی که الله تعالی خود را خود وصف کرده است، چون که الله تعالی داناترین ذات به نفس خود هست. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.